خلاصه که هر کسی مشغول کار خودش بود و از هر چیزی که تونسته بودن استفاده کرده بودن برای کاراشون که در پایان واقعا قشنگ بود. ما برای همه کارهامون حتما باید اتود طرح خطی میزدیم، بعد توی A5 طرح پارچه رو میکشیدیم و رنگ میزدیم و برای هر کار 3 دیتیل میکشیدیم که در آخر باید روز جوجمان همشون کنار همدیگه قرار میگرفتن. ولی واقعا سر کلاس استاد رضایی فضا خیلی فرق میکرد. همه چیز خوب بود، همه یک روحیه شادی داشتیم و واقعا از کار کردن لذت میبردیم. من که خودم سر کلاسش کلا یه حال دیگه بودم، یه هوای دیگه بودم. همون روزم در کنار بچه ها منم مشغول درست کردن بال ملکی وحشتم بودم و برای کار کلاژم از پارچه مخمل استفاده کردم، براش بال گذاشتم و یه عصای فضایی براش درست کردم و دستش دادم. خلاصه که وقتی کارامون تموم شد دیتیل ها رو روی کارا چسبوندم و کارا رو که بچه ها پاسپورتو کرده بودن من با مقوا براشون قاب درست کردم و خوشگلشون کردم. همونطورم که میبینین دیتیل ها رو کنارش چسبوندم و طرح پارچه های A5 هم کنارشون گذاشتم. روز جوجمان که رسید با کوله باری از وسایل رفتیم دانشگاه. توی جوجمان همه بچه ها باید به هم کمک میکردن. چیدمان و همکاری دانشجوها برای اساتید خیلی مهمه. پس همه تمام توانشون رو به کار میگرفتن و به هم کمک میکردن. من هم که از فعالای کلاس بسی خسته و بیجون بودم و تا آخرش کمک بچه ها کردم. کم کم کارها داشتن چیده می شدن و در و دیوار ساده و بیروح کلاس داشت جون می گرفت و با کارهای قشنگمون جذاب می شد. هر کی مشغول یک کاری بود. وقتی تموم شد منم شروع کردم به فیلم گرفتن که این کار منه. اولیش ساده رد شدم ولی دیدم نه قشنگه، گفتم دوباره ببینینش. بعد جوجمان با استاد عکس گرفتیم و جمع کردیم و رفتیم.